ببخشید اما این روده گرازه. باز خوبه تیکی تیکی میکنه که تو روده بچه گیر نکنه. خدا شاده بچه ما اگر شیر نان 3 شون بشه شیر نان 2 روده شون گوز پیچ میشه. گفتین از دنه بچه Where you going? Home. Where's home? Home, a place where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home. وحید میخوام ببرمت یه جایی که الان پرات میریزه. حاجی از درش پرام ریخته. ببینیم چه خبره. حاجی اینجا انباره؟ نه اینجا خونه ماساییاست. سوپا ایشون یه زن ماساییه. چقدر زناشون بسازه حاجی. آره خیلی میبینی؟ ایران میگه باید پنتهاوس داشته باشی. بشین اینجا سیتینگ اریاه میتونی بشینی. کلا زندگی همینجاست. زندگی همینجاست. نگاه کن. چند تا بچه هم داشت که. ایشون چند تا بچه هم داشت. اینجا ببین این قسمت آشپزخونه شونه. آشپزخونه نه کابینته. نه کابینتیه نه چیزی. اینجا میریم میبینیم که اینجا اتاق مهمونه. بذار نور بندازم. اتاق مهمون. یا خدا کسی هم خوابه. اینجا یکی خوابه. مهمون دارن احتمالاً. مهمون دارن. خب یکی خوابه. اونجا چیه؟ اینجا مال بچه هاست. درسته؟ اینجا هم مال پدر و مادره. اینجا اتاق سرجم 20 متر نیست درسته؟ آره ولی حداقل اینجا نزدیک به 10 نفر آدم زندگی میکنن. ای ماشاءالله. حاجی از آشپزخونه هم بگیر ظرف و ظروفش. اینجا رو ببینید. اینجا خونه ماسایی است. ببین یه نکته اینجا داره، پنجره ها رو خیلی کوچیک میسازن برای اینکه حشرات و پشه و اینا نتونه بیاد زیاد داخل اذیتشون کنه. سوپا. Yes. What's your name? نتایان. فکر کنید اینا الاف کنار کوچه وایسادن اما اینجا کوچه نی. این که میبینیم باند پروازه منتظرن هواپیما بیاد. اینا هم کادر پرواز هستن به همین سادگی. خلبان رو نشون بده منصور. خلبان این آقاست. یا آقا خلبانه. ایشون هم کمک خلبان. کمک خلبانه. اون هم سکوریتیه. ساکن یه سکوریتی هم اونجا میبینین. ایشون هم سکوریتی کادر حراستشه به همین سادگی. ایشون دیدی ایجور میکنه جلوی پرواز یه چوبی دستشه فور ایر پلن میگه بیا مستقیم روی بشین. به همین سادگی. خلبان بد به منظور چی میگه؟ میگه که این چیه؟ میگم که خلبان میکروفونه و نمیدونه که خلبان نمیدونه میکروفون چیه. پشمامش صحبت میکنیم قدر صحبت میکنیم و دارم میگم کادر پرواز بدونید. کادر پرواز بدونید. اینا صاحبش هم اومد. این رئیس فرودگاه. کتکخور فیلم هندی عباس بیناموس. عشق به خدا. 2 مغز متفکر داخل یه قبیله خدا مشاقه گفتن به اجبار نهارم باید بمونیم. کیزیو چیزی که میبینین میمون نیست. این روده گوساله است. یعنی اینا میدونستن یه خورده ما با میمونم حق داریم. گفتن روده گوساله. کلا با پیرمرد و بچه هم تقسیم میکنن. فقط یه چیز خیلی جالب اگه دقت کنی نجاییده هم پایین میده. من نمیدونم معده‌شون از چه جنسیه. نگاه کنید. ای چا با خدا لعنت. چطوری آخه مثل لاستیک پیرمرد میکشه و میبله بدون دندون زدن. مادر بزرگم قند تو حل میکنیم بهش میدیم.